سلام دوستان، آیا شما هم از وزوز گوش رنج میبرید؟ سلام، من دکتر فی هستم و اینجا فی کلینیک هست. امروز خیلی کوتاه میگم چرا بعضی‌ها یه صدای وزوز یا زنگ رو داخل گوششون میشنون، حتی وقتی هیچ صدای اطرافشون نیست. علت‌های شایع وزوز گوش، کم شنوایی به خصوص در سنین بالا، قرار گرفتن در معرض صداهای بلند مثل انفجار، جرم گوش که کانال گوش رو بسته باشه، استرس و اضطراب، داروها مثل آنتیبیوتیک یا آسپرین با دوز بالا هستن. همیشه این صداها از بیرون نمیان. گاهی اوقات مغز وقتی ورودی شنوایی کم میشه خودش صدا میسازه. جالب نیست؟ کی مراجعه کنیم؟ وزوزی که یک طرفه باشه، همراه با کم شنوایی، سرگیجه یا عدم تعادل باشه و یا اگر ناگهانی شروع شده باشه. در این موارد حتما باید مراجعه کنیم چون ممکنه به بررسی دقیق تری نیاز داشته باشه.